زن کیه؟ زن کسیه آمریکا و اسرائیل روش سرمایه گذاری کرده، سازمان دادن، تجهیزات دادن، امکانات دادن، تو هوا ماهواره دادن، در زمین شبکه‌های مجازی را داشتن. مأموریت زن این است سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به صورت نه. آقای زن هر موقع ما گفتیم قیام از درون، فشار از بیرون انقلاب را سرنگون میکنه. مقام معظم رهبری میفرمودن نفوذ، زن را گرفتیم، لیست نفوذی ها در اومد بالای 200 نفر از سران این دولت در ارتباط با زن. طرف میگه بیچاره بدبخت را با لپتاپش گرفتن، اسامی تو لپتاپه، با موبایلش گرفتن، شماره تلفن هم تو موبایله. بعضی از وزرا اومدن پشت حتی تریبون اعلام کردن که ما زن را نگرفتیم، سپاه پاسداران گرفته. آقای زن دستگیر شد. از بازجویی های زن کسی به نام دانیال زاده به دست اومد. دانیال زاده از عوامل ابرکلیددار فساد دولته. به نظر من آقای روحانی اون کلیدی که نشون داده بود به ملت گم کرده. اون کلید را دانیال زاده پیدا کرده، به هر صندوقی میندازه، میدزده، میبره. کلید تمام مفسده ها و دزدی ها آقای دانیال زاده است. حالا از بازجویی ها در اومده، باید دانیال زاده رو بگیریم. دانیال زاده کجاست؟ تو آلمانه یا اول فصل. حالا ما چطور بریم آلمان؟ طرف با باباش رفته بود از فرودگاه، تو فرودگاه میپرسه بابا، میگن هواپیما را دزدیدن، هواپیمای به این بزرگی را چطور دزدیدن؟ گفت پسرم اینه که رو زمین نمیدزدن، میره آسمون کوچولو میشه میدزدن. ما دانیال زاده را تو آلمان کوچولو کردیم، میموری گذاشتیم تو جیبمون، آوردیم ایران. گوش کن، میدونی آقای روحانی در سخنرانی یزدش چرا عصبانی بود؟ مثلا حرفایی خارج از شأن رئیس جمهور صحبت میکرد. میدونید چرا؟ به او اطلاع داده بودن، نوشته بودن بابا دانیال زاده را گرفتن تو هوا دارن میارنش. به خدا قسم ناراحت بود. میگفت به شما کی اجازه داده که با پول بیت المال دستگاه شنود بخرید مکالمات مردم رو گوش کنید؟ برادران میدونی ما چرا گوش کردیم؟ آقای روحانی از اون ناراحته، اینو گوش کردیم. آقای دانیال زاده زنگ میزنه به آقای حسین فریدون، میگه فلانی رو بذارید رئیس بانک. صبح میگه تازور میذارن رئیس بانک. زور زنگ میزنه به اون طرف، همه اینا موجوده. طرف میگه که آقا رئیس شدی؟ میگه بله. میگه بالای 380 میلیارد، من نمیدونم چقدر صفر داره، این پول را بریز به فلان حساب بدون ضامن، بدون سند، بدون بهره. تاک میریزم به اون حساب. ما اینو شنود کردیم. مردم شنود بکنیم یا شنود نکنیم، این آقا از این دستگیری ها ناراحته. عصبانیتش از اون بود. بگم من میخوام بگم. بابا ما این بگم و یه بار هم شنیدیم، تو هم بگو دیگه، هر چی میخوای بگو عزیزم، نازم، عشق من، بگو تمومش کن.